کشور ما داره و ریشه این صنعت ملی رو نمیتونن اونها در بیارن. خساراتی البته اقدام کاملا خلاف قوانین مقررات بین‌المللی هستش و جمهوری اسلامی ایران چه در دفعات قبل و چه این بار به این موضوع اعتراض کرده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور شورای امنیت سازمان ملل مراتب اعتراض خودش رو منعکس کرده. این صنعت ریشه در کشور ما داره و ریشه این صنعت ملی رو نمیتونن اونها در بیارن. خساراتی البته متوجه ما کردن، اولین بار هم نیست که خسارت متوجه این صنعت شده. در گذشته هم مواردی بوده که بلافاصله ما اونها رو جبران کردیم و با توجه به توان و ظرفیت‌هایی که داریم طبیعتاً این صنعت باید ادامه پیدا کنه، رشدش متوقف نمیشه. تاسیسات هسته‌ای ما ایمنی بسیار بالایی دارن. پیش بینی هم شده بود که بالاخره ممکنه چنین جنایت‌هایی رخ بده. اقداماتی انجام شد، برنامه‌ریزی‌هایی انجام شد که الحمدلله با توجه به اون برنامه‌ریزی‌های انجام شده بعد از این حمله هم ما هیچ گونه آلودگی پرتویی و تشعشعات هسته‌ای خارج از سایت‌هایی که بهشون امروز صبح حمله شده نداشتیم و مردم با خیال راحت میتونن به زندگیشون ادامه بدن. هیچ کدوم از همکاران سازمان انرژی اتمی که در این سایت‌های هسته‌ای داشتن فعالیت می‌کردن دچار آسیب نشدن. هیچ گونه آلودگی پرتویی، تشعشعات اتمی به خود اونها هم آسیبی نرسونده. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.